اینقدر فشل بدبختید اینا. وضع امنیت مملکته اونجا که باید کارستون بکنید فقط ادعای مفت. فیلم میسازید، گاندو میسازید، انگار جیمز باند داره میره میاد این حرفا. بعد نشون میده که نه آقا هیچ پشمی به کلاتون نیست. علتش هم خیلی روشنه. یه آدم یه نفوذی در شما رو مشغول جزئیات کرده، اصل کار مونده. صبح بلند میشی میبینی تمام نیروهایی که اونی که باید مواظب جون ما باشه رو کشتن و هنوزم هیچ توضیح ندادن کی بود، چی شد. اصلا انگار مردم آدم نیستن که توضیح بدین. خب بدونیم کی بود. بالاخره فرمانده اطلاعات سپاه کم کسی نیست. چجوری زدن؟ کی زد؟ چجوری صبح بلند شدیم فرماندهای ارشد و همه رو زدن؟ تازه سران قوا هم یه ربع دیر زدن. اگه زده بودن الان اونا هم تموم شده بود. خب کودتا بوده دیگه. خب کی بوده؟ تنها عاملی که باعث شد اسرائیل رو شکست بدید مردم بودن. اگه مردم تو پازل اونا بازی کرده بودن الان دنبال سوراخ موش میگشتید قایم شید. خب حالا قدر این ملت رو بدونید. چرا دارید اذیت میکنید باز؟ من همینم رئیس جمهور میگه باید عوض حکمرانی اخلاقمون رو عوض کنیم. خب عوض کن. چقدر شعار میدی؟ عوض کن.